بیمار با سابقه برست کنسر و لنفدم ثانویه به جراحی و لنفادنکتومی و برداشتن گره‌های لنفاوی زیر بغل مراجعه کردند که بعد از 10 جلسه درمان MLD و CDT براشون انجام شد. فیبروز و بافت‌های سفت پوست از بین رفت و مایع تا حد زیادی تخلیه شد. عوارض در واقع لنفدم و درد در ناحیه شانه و مشکلات مفصلی برطرف شد و به این ترتیب میتونیم که با انجام لنفوتراپی بیمارانی که سابقه سرطان سینه دارن درمان بشن و از این طریق بهشون کمک بشه. در مورد توزیع عوارض پوستی بعد از ایجاد لنفدم با ریشه پرایمری یا لنفدم اولیه در بیماری جوان 27 ساله که مراجعه کردن و بعد از انجام MLD CDT نتیجه خوبی رو دیدیم. تخلیه غدد لنفاوی و درناژ لنفاوی انجام شد و بانداژ مخصوص فشاری و در عکس مشخصه که در واقع تاولهای لنفی و زگیلهای لنفی که با حجم زیادی روی پوست ایجاد شده بود با انجام درمان لنفوتراپی بهبود پیدا کرد و بیمار بعد از چند جلسه نتیجه خیلی خوبی رو گرفت و تونست خودش کنترل کنه. پس در موارد آیدوپاتیک یا بدون علت کسی اگر لنفدم داشته باشه میتونیم توی این زمینه هم کمک کننده باشیم. از دیگر مواردی که به مرکز لنفوتراپی مراجعه میکنن افرادی هستن که درگیری عروق دارن و از عوارض بعد از جراحی برست کنسر میتونه باشه و تجمع مایع لنف در مایع میان بافتی در اندام فوقانی که ایشون عروق خونشون آسیب دیده و بعد از سونوی کالر داپلر و نظری که اساتید دادن با چند جلسه MLD CDT روند بهبودی عروق خونی حتی بهتر شد و بیمار با حال مساعد مرخص شد. درمان لنفدم خیلی از عوارض پوستی رو میتونه کم کنه، حتی در بیمارانی که حجم زیاد لنف نداشته باشن ولی میتونن مشکلات عروقی و پوستیشون هم با بانداژ مخصوص و انجام درناژ لنفاوی از بین ببریم. در مورد بیماری صحبت میکنیم که به شکل مادرزادی غدد لنفاوی زیر بغلشون در واقع به شکل بی‌علتی از کار افتاده بود و بعد از اسکن هسته‌ای مشخص شد که غدد لنفاوی یک ناحیه زیر بغل درست کار نمیکنه و تجمع مایع لنفدم در اندام فوقانی رو داشتیم و بعد از چند جلسه MLD و CDT در مرکز ما تونستن به نتیجه خوبی برسن. پس در مواردی هم که به علت عدم نبود لیمف نودهای ناحیه آکسیلا یا اینگوینال مواجه میشیم با لنفدم میتونیم این موارد رو بهبود ببخشیم و کنترل کنیم و از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم. در مورد بیماری که با تصادف، حادثه و شکستگی استخوان آرنج مراجعه کرد و بدون اینکه به شکل پرایمری یا اولیه در واقع مشکل لنفدم داشته باشه یا گره‌های لنفاوی زیر بغل یا آگزیلا دستکاری شده باشن دچار لنفدم شد و بعد از 4-5 جلسه در واقع هم حرکت بیمار بهبود پیدا کرد، هم دردش، هم فیبروزهای ناحیه و ورم. پس میتونه ورم لنف بر اثر آسیب ایجاد بشه حتی اگر به شکل پرایمری و سکندری بیمار دچار نقصان در واقع گره‌های لنفاوی و تخلیه لنف نباشه که با انجام MLD CDT تونستیم ازش جلوگیری کنیم و پوست و خود بافت و خود حجم لنف بهبود پیدا کنه.
این سکس متعلق به جوان 20 ساله هستش که از سن 16 سالگی گفتن که دیویتی داری، احتمال دیویتی رو لخته دادن و حتی احتمال آمپوته شدن و قطع شدن عضو رو بهشون دادن و خوشبختانه بعد از انجام درمان MLD-CDT و لنفوتراپی تونستیم کنترل کنیم، بافت فیبروز بهبود پیدا کرد، سفتی ها از بین رفت، ماهیت پوست و رنگ پوست به حالت طبیعی برگشت و حجم زیادی کم شد و بیمار الان کارایی راه رفتن داره و درد و عفونت و خارش سوزش احساس نمیکنه، ولی از نوع کانژنیتال مادرزادی بود که گروهای لنفاوی حفره پشت زانوشون پوپلیتالشون تشکیل نشده بود. به دنبال سیتی اسکن متوجه شدیم ولی درمان جواب داد و روند بهبودی رو طی کرد.